یکی از دردناکترین اتفاقایی که توی رابطه میتونه بیفته اون زمانی هست که یکی از طرفین زمینه بروز شک و تردید نابجا رو توی پارتنرش بالا میاره، اما هیچ کاری برای برطرف کردن اون نمیکنه و طرف مقابل مدام توی تلاش و تقلا هست برای اینکه شواهد و مدارک و نشونه هایی رو پیدا بکنه تا بتونه اول از همه به خودش و بعد به طرف مقابلش ثابت بکنه که اون احساس و عاطفه‌ای که تجربه کرده، اون شک و ناامنی که درش بوده واقعیت داشته و یک چیزی پشت پرده بوده. یعنی فرد به واسطه اون احساس ناامنی و شک و تردیدی که تجربه کرده وارد بازی روانی طرف مقابلش میشه و مدام از خودش انرژی، وقت و احساس رو هدر میده تا بتونه هم به یک جواب مشخصی برای خودش برسه و هم بتونه نشون بده که واقعا احساس و عاطفه‌ای که داشته معتبر بوده، واقعی بوده و دچار شک و توهم نبوده. وظیفه‌ای که ما در قبال پارتنرمون داریم این هستش که اعتماد سازی بکنیم و اون احساس شک و تردید و ناامنی رو که ایجاد کردیم سعی بکنیم برطرف